روزی سهشنبه 26 سентябр شاهی عربستانی سعودی ملک سلمون امر داد که زنهای این کشور از حق ماشینرانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تقدیم زنان در زادگاه دینی اسلام عنوان میشد از بین خواهد رفت. سالهای اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری ها به آن اشاره می‌کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سهشنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد. شاید این خبر برایتان جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می‌توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند. طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشینرانی زنها نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کردند. ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم را به جای کارش میبرم. ما دیر کرده ایستاده ایم. از این رو منتظر راننده نمانده خودمان در پی حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشالله به هیچ کس خطر ایجاد نمیکنم. ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد. ببینید این خبر همین چند لحظه پیش اعلام شد. به فکرم این یک روز خوش است. همزمان با چرابینی‌های دیگری که در آنجا پیاده می‌شوند، این یک پدیده خوشایند است. در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهاد در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می‌کند. با نوشته خبرگزاری‌های سعودی امر ملک سلمان ماه ایون سال 2018 به حکم اجرا می‌درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود.